که علم از ما چی میخواهد؟ علم از ما تواضع میخواهد، علم از ما اخلاق میخواهد، علم از ما سیاست میخواهد، علم از ما جهاد و مبارزه میخواهد، علم از ما سخاوت میخواهد، علم از ما اتفاق میخواهد، علم از ما انسجام میخواهد، علم از ما بیدارگری میخواهد، علم از ما حرکت امت اسلامی را میخواهد، علم از ما اصلاح ملت ها را میخواهد، علم از ما دوری تکبری را میخواهد، علم از ما دوری حسادت را میخواهد، علم از ما دوری غیبت را میخواهد، علم از ما دوری ریا و سمعت را میخواهد، علم از ما دوری تفریقه ها را میخواهد، علم از ما دوری قومیت و نژاد و سمت را میخواهد، علم از ما دور کردن صفات عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین را میخواهد. این مقتضای علم است. علم از ما دوری از فحشا را میخواهد، علم از ما دوری از منکرات را میخواهد. در اسلام عزیز کبر و تکبری در اسلام جا نداره. حسادت با جایگاه شخصیت های علمی و شخصیت های زبده جامعه و هر مسلمان حسادت جا نداره. غیبت در اسلام عزیز جا نداره. ریا و سمت در اسلام جا نداره. بد اخلاقی بی ادبی در اسلام جا نداره. بازی ها به نام لودو و اینان یک بازی است، برنامه است به نام لودو. من در سال قبل در شباب المسلمین فتوای خود داده بودم. گرچه علما بعضی ها گفتن که مشکل نداره، متخصص کسی است که فتوای خود را با همه جانبه محققانه با جملات جنبندی از فن قرآن و حدیث پیش میبره. تحقیقی که من دارم در ارتباط لودو، فتوای من این است که برنامه‌ای که به نام لودو است اتفاقا حرام است، اتفاقا حرام است. بنابر قول محققان در نتشیر داخله. نتشیر قبل از اسلام عزیز 300 سال قبل از اسلام عزیز در ایران اختراع شده بود. نتشیر از جمله واضح‌های اتفاقی و دیدگاه 4 مذهب حرام است، حرمتش هم منسوسی است، بناهن از جمله حرام حرمتش هم لذاته است لغیره نیست. باز هم برنامه‌های ما روانه، باز هم حسادت روان است. چرا در جامعه ها تکبری روانه؟ چرا در جامعه ها حسادت روانه؟ چرا با جایگاه علما حسادت میکنیم؟ چرا با یک متخصص، با یک شخصیتی که در جامعه از اندام خدمت میکنه چرا حسادت میکنیم؟